شاید یکم عجیب باشه ولی این یه ولاگ از یه روزیه که بد شروع شده و شاید یه روز بد باشه. نمیخوام فقط ولاگر روزای خوب باشم. پس امروز با من همراه باشی. جوش زدم یه عالم جوش. دلیل اینکه چرا گفتم روز بدم کم کم خودتون متوجهش میشی. ساعت 10 صبح و من اصلا حال دویدن ندارم ولی خیلی وقت تنبلی کردم نرفتم بودم. احساس بدی نسبت به خودم دارم، نمیدونم درک میکنین یا نه و الان میخوام هر طور که شده، درست اصلا حال روحی مناسب نیست، حالم اصلا خوب نیست. این دلم میخواست الان این تختو اگه جمع نکرده بودم الان میرفتم اونجا و میخوابیدم تا شب. اصلا من مهم نیست امروز میان ترم دارم و 2 تا کلاس داشتم صبح و نرفتم، اصلا این چیزا برام امروز مهم نیست. حال روحی مزخرفی دارم و دلم میخواد اصلا همش ببینم همینجا تو خوابگاه تو تخت. بله ولی چاره‌ای ندارم، واقعا هیچ چاره‌ای ندارم، باید پاشم برم بیرون و همین. الان میرم 20 دقیقه میدوام، بعدش میام میبینم که چی شد. چون گوشیمو نمیبرم 20 دقیقه دیگه میبینم. 20 minutes later 20 دقیقه دو پیاده روی کردم. 10 دقیقه اول کامل دویدم. رکورد 1 کیلومتر خودم رو زدم. یکم تایم 1 کیلومترم زیاده ولی خب میارم پایین. 10 دقیقه دومم فقط راه رفتم و پادکست گوش دادم. پادکستی که گوش دادم و اینجا براتون میذارم اگه دوست داشتین شما هم گوش بدین. اسمش سلطنت ترس بودش. حرفای جالبی داشت توش و من خیلی خوشم اومد. میتونم بگم بهترم نسبت به 20 دقیقه پیش که حالا رفتم دویدم و اینا. فکر کنم تنها کاری که باید میکردم این بود که از جام پاشم و به خودم یه تکونی بدم، ولی هنوز هم خیلی خوب نیستم اونقدر. و اینکه الان میخوام صبحونه درست کنم، یه اسموتی درست کنم بخورم. میبینمتون. خیلی غلیظ شده و اینو در میارم با قاشق میخورم. ببین چجوری شد. چیرز. کلا خریدن این غذا سازه خیلی بجا بود واقعا. توی این روزایی که مثلا حوصله صبحونه درست کردن ندارم، مثلا خسته شده بودم دیگه از تخم مرغ خوردن و اینا، اسموتی واقعا نجات دهنده است برام. البته من به جز شیر موز و اسموتی موز و توت فرنگی هیچی امتحان نکردم هنوز، یعنی بعد درست کنم. اگه رسیپی خاصی از اسموتی خوشمزه‌ای داریم برای من توی کامنت ها بنویسین، بگین یا اسمشو بگین رسیپیشو سرچ میکنم. مثل بستنیه. اگه ماست میوه‌ای خوردین مثل ماست میوه‌ایه، ولی خب یه کمی خوشمزه تر، کمتر چرب، کمتر خامه‌ای. این تمام شد.
خواستم در مورد یه چیزی باهاتون حرف بزنم. من امروز از وقتی که بیدار شدم، کلا چند روزه اینم، از وقتی که بیدار میشم سرم تو گوشیه، یعنی خیلی هم زود بیدار میشم، مثلا 6 و 7 و بیدار که میشم همون موقع سرم میکنم تو گوشی تا لحظه‌ای که احساس بکنم که من الان باید دیگه آماده بشم برم کلاس. مثلا روزایی که 8 صبح کلاس دارم، من الان چند روز کلاسای 8 صبح دارم دیر میرم تا ساعت 8 خورده‌ای سرم تو گوشیه و همش دارم یه کاری میکنم. مثلا یا چند روز حالا درگیر پاک کردن عکسای گالریم بودم چون خیلی عذابم میدادن، عکسایی که مثلا همینطوری گرفته بودم و الان دیگه نیازشون نداشتم، یا کلی چیز بود که مثلا سرجم من 17,000 تا عکس توی گالری بود، الان 7,000 تا هستش، یعنی 10,000 تا عکس بی خود توی گوشیم بود و من اینا رو توی این چند روزه نشسته بودم داشتم پاک میکردم و شده بود اولویت زندگی. تنها کاری که میکردم همین بودش. الان 2-3 روزم دغدغه‌م پیجمه، پیج اینستاگرامم. حالا اگه ندیدین برین نگاه کنین، اینه آیدیش، همین سما تیلزه که روی یوتیوب هستش، اونم میتونین اونجا سرچ کنین، توی دیسکریپشن هم لینکش هستش. من حس میکردم که میکنم هنوزم که دیزاین پیجم زشته. همون لحظه‌ای که بیدار میشم من مثلا دارم ادیت میکنم، عکس ادیت میکنم که برای کاور پستم استفاده کنم، یا مثلا میرم دیزاین‌های مختلف رو چک میکنم که مثلا ببینم من چی بذارم دیزاینمو که نه تکراری باشه و خوشگل باشه. کلا مغزمو درگیر این موضوع کردم. من الان باید سر کلاس باشم، کلاس دارم از 8 صبح تا 5 عصر چهارشنبه ها من کلاس دارم، امروزم چهارشنبه است و یهو به خودم اومدم دیدم ساعت 8:30 هنوز درگیر درست کردن کاور پستای پیجمم. گفتم وا من چرا نرفتم کلاس، پاشو آماده شو اینا. یهویی اصلا یه چیزی منو به تخت وصل کرده بود که نه نمیخواد بری، نه نمیخواد بری، اینطوری شده بودم. دیگه نرفتم کلاس اول و کلاس دومم نرفتم. گفتم یکم به خودم برسم، یکم دورم که شلوغه، اتاق که شلوغه، یکم حالا میزم میبینیم به هم ریخته است، حالا اتاقو که دیدین تمیز کردم یه کمی و اینا، کلا دورم که شلوغ باشه انگار ذهنم شلوغ میشه و میام مثلا ذهنمو درگیر چیزای چرت و پرت میکنم، مثلا درست کردن کاور پست و اینا. یهو به خودم اومدم گفتم تو دیگه از این لحظه حق نداری بری اینستا و تا الان که ساعت 11 صبح نرفتم. واقعا نمیدونم امروز چم شده. از خودم بابت اینم عصبانیم که من امتحان میان ترم داشتم، درس مهمیه، باید میان ترمشو خوب بشم، نخوندم صرفا چون درگیر درست کردن کاور پست اینستاگرامم بودم. برام حاضر شم. البته اول دوش، چون امروز روز زیاد خوبی نبود، گفتم یکم به خودم برسم، ماسک بذارم و که یکمی حالا هوا عوض شه. بین این و این نمیدونم کدوم انتخاب کنم، توشونم خوشگلم، اینو انتخاب میکنم. راستی امتحانم لغو شد، همون امتحانی که صبح در موردش باهاتون حرف زده بودم، خدا رو شکر لغو شد. خب یه جفت چشم معلومه فقط. چرا بوش خوبه. نمیدونم چرا هیچ وقت ماسک صورت من صاف نیست رو صورتم، خیش خنک شدم اصلا. خب چقدر باید باشه؟ 20 دقیقه دیگه میبینمتون. خب 20 دقیقه شد. آخیش توی این 20 دقیقه پادکست گوش دادم، یه پادکست فوق‌العاده که واقعا توی امروز بهش نیاز داشتم. امروز سعی کردم به جای موزیک پادکست گوش بدم و میخوام اینو روتینم بکنم، کمتر به موزیک گوش بدم، بیشتر به پادکست گوش بدم که یه چیزی بهم اضافه بشه تو حین انجام یه کاری. حالا پادکستی که گوش دادم کار عمیقه اسمش و من هنوز کامل گوشش ندادم، فقط 20 دقیقه‌شو گوش دادم، فکر کنم 50 دقیقه است. واقعا پادکست فوق‌العاده‌ای بودش، تا الانش که فوق‌العاده بوده که من گوش دادم. واقعا حالم خیلی بهتر شد. آبرسان آخیش اصلا صورتم خنک شد. بگم به دوشامون حال بدیم.
ضد آفتابم بزنم. 2 بند انگشتم آفتابه. یکی دیگه برای اینجا. البته من مغناطیس هم دیگه. خیلی خوب. از امروز چی یاد گرفتم؟ امروز از اون روزا بودش که من واقعا فهمیدم که فقط خودم میتونم خودم سرپا کنم و حال خودم رو خوب کنم. فقط و فقط خودم. کلی حس خوب بهم منتقل شدش با کارهای ریزی که انجام دادم، گوش دادم به پادکستی که میدونم برام مفیده و کلی حالم بهتر شد. دویدن سر صبحم خیلی حالمو خوب کرد و قدم اول اصلا همون بودش برای خوب شدن حالم. درست کردن یه صبحونه خوب و رفاقت با خودم، دوست بودن با خودم که آقا یه سری روزا حال آدم خوب نیست، دست خودمون رو بگیریم و خودمون رو بلند. خیلی دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم شما هر جای دنیا که هستین حالتون عالی باشه، حال دلتون مخصوصا که اصل کار اینجا. دوستتون دارم. خدافظ.